زن مسلمان معیوب از لطوکوب پلیس در دهلی شکایت میکند. ساکن معیوب شهر دهلی پایتخت هندوستان حمیده ادریسی به مقامات از آن شکایت برده است که او را افسر پلیس گیریش جین در شعبه پلیس که پس از مداخله به مناقشه همسایگی او را به آنجا برده بودند شدیداً لطوکوب کرده است. حمیده ادریسی طلب میکند که کارمند پلیس که بر ضد او خشونت جسمانی کرده است به جوابگری کشیده شود. زنی که یک پایش فلج مادرزاده بوده است همراه با شوهرش نصف خانه خصوصی خود را در پایتخت هندوستان برای مغازه به اجاره دادند. وقتی بین اجارهگیران و مهمانان دکان آنها اختلاف سر میزند، حمیده برای حل آن دخالت میکند، ولی دیر نگذشته کارمندان پلیس آمده همه را با شمول حمیده به اداره شعبه پلیس میبرند. او میگوید پس از آن که ما به شعبه پلیس رسیدیم آنها مرا به کرسی شیناندند و تا ساعت 10 بیگاه مرا از جا خستن نماندند. بعد یک کارمند میلیسه با نام کامل آمده مرا دستبند زد و به یک حجره خورده برد. پس از این گیریش با پاره قبور پلاستیکی در دست پیدا شد و مرا لطوکوب کرد. او بداخلاقانه رفتار نموده من و دین مرا تحقیر کرد. سپس او رویمالم را از سرم کشیده لطوکوب را ادامه داد که در نتیجه بدنم آسیب برداشت و از ضربه زدنها کبود شد. تنها وقتی که من به او 5000 روپیه پیشنهاد کردم او مرا رها کرد و تهدید کرد که اگر به کسی گویم تمام عائله مرا ویران میکند و مرا باز هم بدتر میکند. در حال حاضر حمیده ادریسی درباره این حادثه به شعبه پلیس دهلی، کمیسیون حقوق بشر دهلی و کمیسیون عاید به حقوق اقلیت‌ها شکایت برده است. حادثه مذکور در جامعه‌های امروز هندوستان نادر و بی‌سابقه نبوده، بلکه چند سال اخیر زیاد شده است. خصوصاً بعد سر قدرت آمدن حزب بھارتیہ جنتا پارتی که راهبری آن را سروزیر کنونی هندوستان نریندرا مودی بر عهده دارد. این گونه حادثه ها به مراتب بسیار شده‌اند. نریندرا مودی و حزب او با افکار ضد اسلامی معروف بوده، مسلمانان از جانب طرفداران او با هر راه و واسطه تحقیر و تبعیض می شوند. به این خبر شما چی نظر دارید؟ می توانید نظر خود را زیر نوار شرح دهید.